سلام، من نگین هستم و امروز میخوام بهتون قدم به قدم توضیح بدم که چطور تونستم از دانشگاه آلمان پذیرش بگیرم. این پروسه شاید اولش پیچیده به نظر بیاد، ولی اگه برنامه ریزی کنین خیلی هم شدنیه، اصلا هم سخت نیست. میتونین 0 تا 100 کارتون رو خودتون انجام بدین جای اینکه هزینه زیادی بکنین برای مؤسسه یا وکیل. قدم بعدی که باید بردارین اینه که باید بیاین یک لیستی از دانشگاه‌ها که رشته مورد نظرتون داره رو پیدا کنین و انتخاب کنین. برای این کار 2 تا وبسایت وجود داره، یکی سایت My German Universities هست و یکی هم سایت داد. این 2 تا تقریبا میتونم بگم همه دانشگاه‌های آلمان رو کاور میکنه. کاری که شما باید بکنین اینه که برین توی این وبسایت و دانشگاه‌ها رو چک بکنین و رشته مورد نظرتون رو چک کنین که ببینین که توی اون دانشگاه وجود داره یا نه. بعد از اینکه لیست دانشگاه رو درآوردین، اینا رو باید توی جای ذخیره بکنین. همونطور که میبینین من توی فایل اکسل لیست دانشگاه و لینکشون و ددلاینشون رو گذاشتم و این نوشتم که دانشگاه دایرکت میشه اپلای کرد یا از طریق یونی اسیست است. تمام مدارکتون رو حاضر کنین و توی یه فولدری به اسم اپلای برای خودتون درست کنین و فولدر بندی کنین برای بحث ترجمهاتون، برای زبانتون، برای رزومتون. همه اینا رو دونه بدونه فولدر بندی بکنید که برای هر دانشگاهی که می‌خواستین اپلای کنین دیگه خیلی زمان صرف نکنید که فایل رو پیدا کنید. حالا میرسیم به مدارک مورد نیاز و اصلا شما چیا نیاز دارین که بتونین دانشگاه اپلای کنین. خب من بعد از اینکه چند تا دانشگاه انتخاب کردم شروع کردم به خوندن شرایط پذیرششون. اینجا یکم اعصابم خورد شد چون هر دانشگاه ساز خودشو میزد. یکی مثلا شرایط مورد نیازش برای معدل بود، یکی میگفت انگیزه‌نامه حتما میخوام، یکی میگفتش که آزمون باید بدی. خلاصه من اون جدولی که درست کردم خیلی کمکم کرد که همه شرایط رو نوشتم که بدونم دقیقاً ازم چی میخوان. به طور کلی مدارکی که تقریبا همه دانشگاه ازتون میخوان ایناست. اول از همه مدرک زبانه که یا اگه بخواین دانشگاهتون به انگلیسی زبان باشه یا آیلتس میخواد یا تافل. یک سری از دانشگاه هم هستن که هر سرتیفیکیتی که اگه به من بگه که شما تا B2 بلدی برای من کفایت میکنن. یا هم اگه بخواین به آلمانی اقدام بکنین که نیاز به حالا گوته یا تستای دیگه که برای آلمانیه که من از این خیلی اطلاع ندارم چون من دانشگاه انگلیسی زبان رو اپلای کردم. یه چیز دیگه که خیلی همه دانشگاه قطعا ازتون میخواد رزومه است که واقعا درست کردن رزومه‌ای که بتونین برای دانشگاه اپلای کنین سخت نیست. با استفاده از سایتایی مثل اوورلیف یا حتی کنوا به نظرم خیلی راحت کار باهاش و میتونین راحت یه دونه رزومه مناسب برای اپلای کردن درست بکنین. قطعا از هوش مصنوعی هم میتونین استفاده کنین برای بهتر کردنش. چیز دیگه که نیاز دارین ریزنمراتتونه، ریزنمرات دانشگاه و دانشنامه و همچنین ریزنمرات دیپلم و خود دیپلمتون. نکته که وجود داره اینه که شما حتی اگه فارغ التحصیل هم نشده باشین، اگر ریزنمراتتون رو قبل از فارغ التحصیلی بتونین مهر بکنین، از اونم میتونین استفاده کنین. من پارسال که برای دانشگاه زیگن اقدام کردم هنوز مدرکم دستم نبود و کلا ترجمه تا ترم 6 دانشگاه داشتم، ولی دانشگاه به پذیرش رو داد. ولی به هر حال شما برای سفارت نیاز دارین که مدارکتون رو کامل ترجمه بکنین. علاوه بر دیپلم دانشگاه و ریزنمراتش، یه سری از دانشگاه‌ها گواهی قبولی کنکور هم ازتون میخواد که اینو بعد از سایت سازمان سنجش اقدام بکنین و بهتون یه برگه میده که شما توی کنکور شرکت کردین و رتبهتون انقدر شده و اینم باید ترجمه بکنین و یه سری از دانشگاه ازتون این رو میخوان. از اینجا به بعد یه سری مدارک رو میگم که بهتر داشته باشین چون یه سری دانشگاه میخواد ولی طبیعتاً یه سری هم نمیخواد. ولی تا جایی که من میدونم اکثرشون از من میخواستن. اونم گواهی سیستم نمره‌دهی هستش. تا قبل از ماهای پیش باید میرفتین سازمان امور دانشجویان که گواهی سیستم نمره‌دهی رو بگیرین، ولی الان از طریق سایت شده شما دانشنامه‌تون رو که بگیرین یه صفحه آخرش گواهی سیستم نمره‌دهی رو بهتون میدن که میتونید ترجمه بکنین. اونم نشون میده که آقا ما ماکسیمم نمرمون 20، مینیمم نمره پاس کردنمون هم 10 هست. یه مدرک دیگه هم که یه سری از دانشگاه‌های محدودی ازتون میخواد فایل کورس دیسکریپشن هستش که این نشون میده ما تو ایران چه تعداد واحدایی رو پاس کردیم. اینم از سایت خود ایرانی کورس دیسکریپشن میتونین برین اسم رشته و دانشگاهتون رو بزنین و اون فایل رو دریافت کنین. چیز دیگه هم که یه سری از دانشگاه ها میخوان و برای یه سری اختیاری هستش ریکامه، نامه توصیه نامه از استادتون که من پیشنهاد میدم اگه میتونین 2 تا توصیه نامه داشته باشین
کفایت میکنه که میتونین فایلش رو استادتون بنویسه، پرینت کنین توی سربرگ دانشگاه و برای دانشگاه آپلود کنین. برخلاف دانشگاه کانادا یا آمریکا ایمیلی نیستش. گرچه یه دانشگاهی بود برای من که داشتم اپلای میکردم، دانشگاه زارلند، و ایمیل استادم رو باید وارد میکردم و ایشون برای من توصیه نامه رو مینوشت. ولی اکثر دانشگاه شما میتونین فایل رو آپلود کنین. فایلای دیگه که بچه خیلی به کارتون میاد سرتیفیکیت های اضافه‌ای هستش که شما دارین. یعنی شما هر دوره مرتبط با مدرک دانشگاهیتون که دیدین میتونین فایلش رو آپلود کنین یا حتی اگه فارسی ترجمه بکنین. مثلا من برای برنامه نویسی 3 تا سرتیفیکیت از سایت کورسرا داشتم که توی ویدیوی اول یوتیوبم بهتون گفتم که چطوری شما میتونین این سرتیفیکیت ها رو بگیرین. به طور کلی مدارکی بهتون گفتم و برای همه دانشگاه نیاز نبود، مثل گواهی سیستم نمره دهی یا کورس دیسکریپشن یا این سرتیفیکیت ها. شما میتونید تو قسمت یه جا بهتون اضافه جا میده که هرچی مدارک دارین مدارک اضافه میتونین آپلود کنین. خب طبیعتا اگه این مدارک دستتون باشه شانس پذیرشتون بالاتر میره. خب اینو تقریبا میشه گفت تمام مدارکی هستش که شما نیاز دارین برای اپلای کردن دانشگاه ها. من تا الان فقط دایرکتور رو اپلای کردم، شاید بالای 8 تا، و اصلا هزینه برای اپلیکیشن فی و یونی اسیست ندادم. یه سری از دانشگاه ها که اپلایشون به صورت مستقیم نیست از طریق یک سایتی انجام میشه به اسم یونی اسیست و شما باید مدارکتون رو برای یونی اسیست بفرستین و یونی اسیست مدارکتون رو میفرسته برای هر دانشگاهی که شما بخواید. برای هزینه اولیش 70 یورو هست و بعد از اون برای هر دانشگاه 30 یورو ازتون هزینه میگیره. به خاطر همینه که من میگم شما سعی کنین اول تمام دانشگاهی دایرکت رو اپلای بکنین و بعدش برین سراغ رشته‌ای که میدونین احتمال داره قبول بشین توی اونایی که یونی اسیست دارن. به هر حال شما کم کم 30 یورو باید هزینه بکنین. و اینکه یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ددلاین‌ها رو یادتون نره، چون یه روز دیر بکنین حتی اونا احتمالاً اینو قبول نکنن. من امسال مدرک تافلم 2022 منقضی شد و تا الان دو تا پذیرشی که داشتم جفتش با مدرک تافل منقضی شدن بودش، ولی یک دانشگاه هامبورگ منو ریجکت کرد به خاطر زبانم. من همه پروسه‌ای که تا الان طی کرده بودم و بهتون گفتم. از اینجا به بعدم بیشتر تمرکزم قراره باشه روی زبان خوندنم که آلمانیمو تقویت کنم. یه پلیلیست جدا هم برای اون درست میکنم که کارایی که میکنم یا منابعی که دارم رو براش بذارم و این پایین توی کپشن چنل تلگرامم هم میذارم اگه خواستین جوین بشین که اگه من منابعی که میگم و توی اونجا حتما شیر میکنم. سوالی داشتین بپرسین حتما، بدونم حتما جواب میدم. مرسی که ویدیومو دیدین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.